انبوهی از ماسه ها نشستم. به گستری آبی شاد و دریای لمید مست خیره شدم. گروهی در ساحل کنار آب می روند. میانشان افشان گیسوی اشوه‌گر که پستانهایش وسوسه یک هستی را در دل آدمی می انگیزاند، با اندامی چنان که گویی به آب و آسمان و ساحل غمزه می فروشد گام بر می دارد. ناگاه به طرفم سر بر می گرداند. قوطی آبجو را به طرف او می گیرم. به نشانه سلامتی جرعه‌ای می نوشم. به طرفم می آید. کنارم می نشیند. جرعه‌ای از همان قوطی آبجو می نوشد. هنگامی به خود می آیم که قوطی آبجو روی ماسه ها وا افتاده و نمیدانم او مرا یا من او را چه فرق می کند.